نگارش بدیعی افکار و رفتار انسان تاریخ خیلی قدیمه دارد که با گذشت زمان آن به صنعت تصویری مبدل گردیده است. یک بخش خیلی قدیمه و مهم صنعت تصویری این دیوارنگاری می باشد. برنامه نوبتی صحیفه تاریخ عاید دیوارنگاره های تاجیکستان و اهمیت تاریخی آنها نقل می کند. سرچشمه های تاریخی بازگوی آن را می کنند که دیوارنگاری میان نیاگان ما و دوره خیلی قدیمه تاریخی راست می آید. چون انسان قدیم در دوره تا تاریخ خانه استقامتی بنیاد نمی کرد و در غارها بستر می برد، هنوز همان زمان شغل و تخیلات خود را بداهتا در دیوارهای غاریزیست خود تصویر می کرد. دیوارنگاری که ابتدای خود را از بداهتا تصویر نمودن تخیل انسان قدیمه گرفته است، با گذشت زمان و به میان آمدن خلقیت و ملت‌ها، تمدن و فرهنگ‌ها و رسوم و آیین‌ها به شاخه از صنعت بلند تصویری دیوارنگاری تبدیل یافته است. ما وقتی که دیوارنگاره میگوییم باید بگیم که اینجا دو واژه اساسی است، یکی دیوار و دیگر نگاره. امروز وقتی که ما میخواهیم درباره هنر نگارندگی سخن گوییم، او را ما صنعت تصویری میگوییم یا رسام میگوییم، مصور میگیم، ولی اساس این هنر نگاره هست. مثلا یک بیت خیلی مشهور است که نگارا نگارگرم و نگاریدم نگارد را، با تاج و تخت و بخارا نفروشم نگارد را. بینید که این بیت مضمون اساسی بیت به همون هنر نگاریدن، یعنی به اصطلاح امروزه به تصویر نمودن روانه شده است. ضمن کارهای باستانشناسی در منطقه های معین کشور، باستانشناسان دیوارنگاره های زیاد و گوناگون را با سبک و اسلوب و سوژه های جالب تاریخی بازیافت نمودند. کهن‌ترین نمونه نگارش بدیعی در دیوار تصویر شده تاجیکستان را مورخان به غار شخت پامیر که در بلندی 4000 متر از سطح بر جایگیر است ربط می‌دانند. آن بلندترین دیوارنگاره در جهان محسوب می‌یابد. به گفته تاریخ‌شناسان، تصویرهای دیواری مطلق به دوره مزولیت بوده، تاریخی بیش از 10,000 ساله دارند و بازگو کننده اندیشه و افکار و فعالیت انسانی همان دوره تاریخی است. قدیمترین دیوارنگاره تاجیکستان پیش از همه شغل اساسی مردم دوره نیولید یعنی شکار را تصویر میکند و چنین دیوارنگاره های همزمان شخت پامیر از دیگر جمهوری های آسیای میانه از جمله از جمهوری ازبکستان هم یافت شدند که آنها از جهت مضمون و مندرجه تکنیک تصویرنمایی با دیوارنگاره شخت پامیری تاجیکستان مانندی دارند. یعنی گفته می توانیم که به طور بدیعی توسط تصویرهای گوناگون انعکاس نمودن جهانبینی و شغل ساکنان قدیم، این تاریخ خیلی قدیم دارد و ساکنان قدیمه جمهوری تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای میانه آنها علاقه در دوره نیولید توانستند که با استفاده از مینرال های گوناگون کوهی تصویرهای گوناگون را در دیوار مغاره ها با وجود بیارند. اجدادان ما همین نوع هنر را از قدیم داشتن میکردن، یعنی در روی اولا در خود تاجیکستان به قید گرفته شده است، حتی در دیوارها هم نه، در روی شاخها یعنی نگاره های به قید گرفته شدند که آنها تاریخ قریب 10,000 سال مقدم دارند، یعنی 8,000 سال پیش از میلاد از امروز 10,000 سال پیش تاریخ دارند که آنها روی شاخها کشیده شده است و آنها را ما سنگ نگاره میگوییم. دیوار نگاره هایی که از طرف باستانشناسان در یادگاری های گوناگون تاریخ کشف شدند و به تاریخ خلق تاجیک نسبت دارند خیلی زیاد هستند. مثلا گیم که همین خیلی دیوار نگاره ها حتی اگر به همون دوره های
نه چندان دور همزمان پنجکند را در نظر گیریم، هم در بخش افغانستان، هم در بخش سرخان دریای ازبکستان، خب در بخارا، شهرستان و پنجکند، یعنی خیلی زیاد هستند و حتی قدیم هم مشاهده می شوند از زمان کوشانیان سر کرده. بعداً باز در خود تاجیکستان دیوارنگارهای اولین در همین یادگاری سرزم به قید گرفته شده است. در سرزم یعنی از چند قسمت همین یادگاری سرزم پیدا شده است. برای مثال اونها فرض کردیم دیوارهایشان رو منقش میکردند. بعضی حجره ها یا خانه های داشتند که آنها به مثل عبادتگاه بودند و آن را به پررنگ رنگی سرخ میکردند. از آخر گفتن یک مواد هست که آن در طبیعت موجود است، از همان مثل آهک است، رنگ سرخ دارد، رنگ زرد دارد. آن را از کانها به دست می آوردند و آن را محلول کرده با آب، یعنی در دیوارها با همین رنگ زرد و سرخ میکشیدند. طوری گفتیم با گذر زمان و پیشرفت شعور انسان، پیدایش خلقیت و کشورها، دیوارنگاری به صنعت تبدیل یافت و موضوع و محتوای سوژه‌های تصویر شده در دیوارها مرکب گشت. از دیوارنگاره‌های بازیافت شده که دوره‌های گوناگون تاریخی را بازگو می‌کنند، معلوم کرده شد که دیوارنگاری به همگان دسترس نبوده، بلکه شاهان و اشرافان به آن دسترسی داشتند. و ما صحنه‌های تصویر یافته روی دیوارنگاره‌ها شهادت آن را می‌دهند که موضوع در زیاد حالت‌ها تعییناتی بوده است. موضوع در دیوارنگاره‌ها تصویر شده نیز موضوع‌های گوناگون هستند. شاید که بسیارشان تعییناتی باشد. خب که مثلا گیم که در یکی از تالارهای مثلا گیم که پنجکند قدیم در دیج در میمانخانه موضوع خب تالارها بسیار بودند و در همین تالارهای مخصوصا که به سودای بین المللی نسبت داشتند، یعنی ما در اونجا سیمای نمایندگان خلقهای گوناگون رو مشاهده میکنیم. مثال همون دیوارنگاره ها رو من از خودی سرزم که سخن رو سر کردم، در اونجا همین دیوارنگاره ها در حجره های پیدا کرده شده است که آن حجره ها نسبتاً اندازه هایشان به دیگر حجره کلان است و آنها البته که یک حجره هایی بودند که یک مخصوص بودند، بله، یعنی حجره عادی، حجره های نبودند، عبادتگاه بودند، یگان حجره های معموری بودند و من فرق میکردم. برای همین بگم که سپارشی هم هست، این درست. البته موضوع و سوژه‌های دیوارنگاره‌های بازیافت شده گوناگون بوده، لحظه‌های معینی تاریخ را افاده می‌کنند. به اندیشه اکادمیک یوسفشو یعقوبشایف، موضوع دیوارنگاره‌ها یکی از نکته‌های اساسی در آموزش تاریخ است. برای مثال، موضوع جشن و مراسم‌ها و صحنه شکار. در دیوارها موضوع‌های گوناگون را ما مشاهده می‌کنیم. مثال اون چیزی که من گفتم، پذیرایی مهمان‌های خارجی. خب موضوع شکار یکی از موضوعهای بسیار جالب و قدیمترین مردمی آریا تبار هستند. خب در دیوارها یعنی پیش شکارگاه داشتن، شکارگاه شاهان بود که پردیز نام داشت. در همین پردیزها خب گردشان احاطه بود، در اونجا حیوانها نگاه داشته می شدند که بیرون از همون حدود نروند و شاهان موافقی و نه مثلا گیم که خواهش که وقتی که می خواستن می رفتن شکار می کردن. این موضوع بسیار معمول بود و چنین رسم ها را ما در دیوارنگارهای پنجکند پیدا کرده می تونیم. ما در دیوارنگارهای افراسیاب پیدا کرده میتونیم. ما انا در خلبوکی ای به زمان سامانیان نسبت دارد، در گچکاری های خلبوک هم نیز انا همین موضوع دیده می شود. طوری گفتیم ضمن کارهای حفریاتی از گوشه‌های مختلفی کشور دیوارنگاره‌ها وابسته به دوره‌های گوناگون تاریخی دریافت شدند. مثلا دیوارنگاره‌ها از قصر قلبوک، کافر قلعه، گنجکت قدیم، شهرستان، پنجکت قدیم، افراسیاب بازیافت شدند که هر کدام سوژه و محتوای خود را داشته،
از تاریخ و تمدن، آیین و عرف و عادت، زمان دولتداری شاهان، قصه های افسانوی و تخیلی بازگو میکنند. میان این یادگاری ها دیوارنگاره های پنجکتی قدیم مهمیت و نقش خاص را در افشای تاریخ و تمدن و فرهنگ نه تنها تاجیکان بلکه مردم آسیای میانه اجرا میکند. دیوارنگارهای پنجکت اهمیتی بزرگی علمی و فرهنگی دارند، زیرا ما گفته می توانیم که در دیوارنگارهای از پنجکت کشف شده تاریخ و فرهنگ نیاگان تاجیکان با تمام هستیش، با پهلوهای گوناگونش، با تصویر образهای گوناگون انعکاس شده است. بله، از همه، چون که پنجکند عموما یگانه شهری است که زیاده از 70 سال حفریات میبرند. موادهای پنجکند امروز در 80-90% وقتی که ما درباره شهر گپ میزنیم عموما موادهای پنجکند رو در نظر داریم. یعنی در تمام تاریخ های آسیای میانه موادهای پنجکند یک موادهای کلیدی هستند. ما در دیوارنگارهای پنجکند همچنین روزگار آباد، صلابت و حشمت شهرداری و شهریاری نیاگان تاجیکان را بسیار بخوبی مشاهده میکنیم. یعنی که اگر ما تصویر سیمای قهرمانان دیوارنگارهای پنجکت، سر و لباس آنها، اسلحه آنها، اسب و افزار اسب آنها را با دیگر دیوارنگارهای کشورهای دنیا مقایسه کنیم، گفته می توانیم که هم سر و لباس، هم زیبایی، هم معیشت و روزگار نیاگان ما در عصرهای 6 و 8 از معیشت و روزگار و زیبایی دیگر مردم دنیا کمی نداشت، برعکس برتری داشت. به اندیشه تاریخدانان دیوارنگاره های پنجکت قدیم مرکب و گوناگون موضوع بوده. در آنها تصویر سیما، قد و بست انسان و دیگر موجودات زنده و اسطوروی جای اول و نقش های نباتی و هندسه جای دوم را اشغال می کند. این دیوارنگاره ها تجسمگری حیات مادی و معنوی و ذوق بلند نیاگان تاجیک در این دوره تاریخ می باشد. و یک دیوارنگاره که در آثارخانه ملی تاجیکستان است، یکی از مهمترین دیوارنگارهای پنجکت می باشد و این دیوارنگاره تا هم زمان شوروی، هم دوران صاحب استقلالی همچون یک دیوارنگاره حسابیده می شود که در این دیوارنگاره اون چند پهلوان بعضی دیوها می جنگید و مبارزه می برد. ولی در چند سال اخیر در ادامه تحقیق دیوارنگارهای پنجکت یکی از محققان شناخته خارجی با چنین خلاصه آمد که در این دیوارنگاره پسر رستم داستان فرامرز تصویر شده است. اگر این پیشنهاد عالم خارجی با پورگی تصدیق گردد، پس این در دنیا یگانه دیوارنگاره می باشد که در این دیوارنگاره پسر رستم داستان فرامرز تصویر شده است و این نکته نادریت این دیوارنگاره تاجیکستان را باز هم بالا میبرد. میان دیوارنگاره های پنجکت قدیم رستمانه یکی از مشهورترین دانسته می شود. در دیوارنگاره مذکور ابراز شخصیتی تاریخی نیاگان تاجیک رستم داستان تصویر یافته است که به اندیشه محققان این ابراز هنوز پیش از انشای شاهنامه بیزوال فردوسی در حدود سرزمین تاجیکان به وجود آمده است. در اینجا سوال به میان میاد که دیوارنگارهای پنجکت و بخصوص رستمنامه پنجکت قدیم اگر منسوب به عصرهای 6-8 میلادی باشد، پس شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در عصرهای 9 و 10 ایجاد شده است. خود ابراز رستم داستان اولین مراتبه در کجا پیدا شده است؟ در حدود امروزه ایران یا در حدود امروزه جمهوری تاجیکستان؟ و ما گفته می توانیم که در تکیه به دیوارنگاره های پنجکت قدیم ابراز رستم داستان
اول در حدود ورزرود یا ورورود امروزه آسیای میانه با وجود آمده، بعد به حدود ایران امروزه گذشته است. دیوارنگاره‌های افراسیاب حدود سمرقند نیز نادرترین دیوارنگاره‌های نیوگانی تاجیک در طول تاریخ و همچنین افشا کننده فرهنگ و تمدن ملت تاجیک از دوره‌های گوناگون تاریخ به حساب می‌رود. در دیوارنگاره‌های افراسیاب موضوع مرکزی این به تخت نشستن شاه، پذیرایی شاه از مهمانان، صحنه شکار میباشد که از تعییناتی بودن این موضوع درک می‌دهند، میگویند تاریخ شناسان. به اندیشه تاریخدانان تصویر موضوع مراسم به تخت نشستن شاهان در دیوارنگاره‌ها برای آموزش تاریخ و تمدن نه تنها یک خلقیت بلکه خلقیت و ملت‌هایی که آنجا تجسم یافتند میتواند کمک رساند. در دیوارنگاری‌های مثل افراسیاب مراسم به تخت نشستن شاه، البته همه اون چیزهایی که باقی نماندن، لیکن همین چیزها جا اگر ما به نظر گیریم، یعنی مراسم به تخت نشستن شاه سوغد و هومن در دیوارنگاری‌های افراسیاب قشدن. مهمی این چی است که تمام مهمان‌هایی که از هر جا اومدن، همون مهمان‌ها با سر لباس خودشون، با عرفیت خودشون تحفه آوردن. یکی از یادگاری‌های مشهور گفتیم که افراسیاب است که در آنجا هم دیوارنگارهای خیلی مشهور کشف شدند و در این دیوارنگارها در عموم ساکنان خود آسیای میانه هم تصویر شدند. در بعضی حالتها شاید اون سفیرهایی که از دیگر کشورها آمدند تصویر شدند و ما در دیوارنگارها در عموم باز جهانبینی و اون ابرازهایی که در جهانبینی و مفکوره اهالی آسیای میانه وجود داشت آن را هم مشاهده میکنیم. مثلا ما در اینجا تصویری دیو سفید را میبینیم، تصویری دیو را میبینیم که با دیگر رنگ، مثلا با رنگ کبود تصویر شده است. همچنین در دیوارنگارها ما ازیدها را میبینیم که این ازیدان از جانب ساکنان همان وقته پرستش میشدند و حتی به همون وابسته به تجارت، یعنی در بین همون مردم این یا آن ناحیه، حتی به درجه بود که مثلا تالار پذیرایی چینی بود، تالار پذیرایی مهمانای روم بودند و در همین دیوارها تصویر مهمانهای از همون طرف می آمدگی، یعنی در روحیه و سبک، یعنی سبک عادتها، یعنی رسومهای همون مردم به نظر گرفته در همین دیوارها تصویر می شدن. در عموم میتوان گفت که دیوارنگاره‌ها در برابر ارزش بلندی بدیعی داشتند برای پژوهش حیات مادی و معنوی خلقیت و ملت‌های گوناگون اهمیت بزرگ علمی دارند. زیرا در تاریخ گذشته صحنه بزم و بازی، جشن و سرور، رزم و قهرمانی، عیشت و معیشت، پهلوانی و شکار، عزاداری و ماتم، رقص و بازی و موسیقی، اسلحه و جنگ، خوراک و پایافزال، دین و آیین، آمیزشیابی فرهنگ و دیگر پهلوهای زندگی تاجیکان تجسم یافته است. همین است که دیوارنگاره‌های تاجیکان میراث والای عمومی بشری دانسته می شود.